سلام بچه. من بستنی هندوانه میخوایم درست کنیم. خب بستنی خواهرم درست کردم. بعدا خب گذاشتم تو فریزر. حالا نواد بستنی بنده است. من خواهرم نارنجی. ببین اینطوری، اینجاش نارنجی، ایناش سبز. حالا حوالا فوج سبز. خب بچه از کجا شروع کنم؟ آتی بله مادر. همونجا بخوریم توی نیمبر. ببینید اینو سوراخ کردم. 10 دقیقه بعد بمونه. حالا نمیدونم بچه، ببخشید این هندوانه ما اینطوریه. قبلا تو ذهنم نرسیده بود، تازه تو ذهنم رسیده بود. خب درست کنیم. خب بچه ببخشید. پارت دوم میذارم بخوری. آماده؟ 10 دقیقه بعد بمونیم. 10 دقیقه زیاد که نیست. آماده؟ 3 2 1 وی. سلام بچه، این بستنی منه، درسته؟ خب میخوایم بذاریم تو یخچال. اینم بستنی آجی. نگاه، این بستنی آجیمه. اینجا ببینیم نه چه اینجا گذاشتم جاشم. اینم اینجا گذاشتم جاشم. منه مثل خواهر خوبه. بچه روز خوبی داشته باشین. بعدا آماده شد بهتون خبر میدم. 3 2 1 سلام بچه ها، میخوایم دوربین اونو بذاریم تو فریزر ببینیم آماده شده یا نه. هر وقت آماده شد شما خودتون ببینید. 3 2 1 الان میذاریم. سلام بچه، خوبی؟ بچه دیدین؟ حالا ببینین اینطوری یعنی سفیدک میزنه، یعنی بستنی ها داره آماده میشه. خب بیاین. سلام بچه ها، بستنی ها آماده شد. سلامتی خدا. ماما درست کردی. بچه ها بستنی بیرون اصلا نخرین. خودتون این میوه چیزی دارین درست کنین با یه جا بستنی یا چوب بستنی. خداحافظ. دلمون براتون تنگ میشه. خداحافظ. بازم میذاری.